بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیرالمومنین. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما زوار گرامی که از ایران وارد عراق خواهید شد و در نهایت مقصدتون موکب القدیر هست و برای اینکه بتونید راحت‌تر مسیر رو پیدا کنید در ادامه سعی می‌کنیم که آدرس رو به صورت تصویری در اختیارتون قرار بدیم. من هم‌اکنون نجف اشرف هستم روبروی حرم حضرت امیر علیه السلام و همونطور که در تصویر ملاحظه می‌کنید من دارم نشونتون میدم درب باب القبله بهترین مسیری هست که شما میتونید شروع بکنید، انتخاب بکنید و در ادامه در واقع پلاکارت خیابان شارع الرسول رو میبینید که با رنگ زرد نوشته شده. بعد هم ما یک بازار تقریبا 500 متری داریم. بعد از اون میرسیم به یک چهارراه و بعد از اون چهارراه بعدی که شروع مسیر شما برای رسیدن به موکب القدیر هستش. در ادامه با ما همراه باشید. خب دوستان، همونطور که براتون توضیح دادم ما اومدیم الان توی اولین چهارراهی که گیت بازرسی پشت سر من هست. توی این چهارراه رفت آمد ماشین و وسایل نقلیه نیست و صرفا مواکبی هستن که دارن پذیرایی میکنن. آقای قاسمی هم من ازشون درخواست میکنم که نشون بدم مواکب رو و من هم توی تصویر هستم. اینجا موکبه، اینور هم موکبه و پشت سرمون هم دوتا فندق هست، هتل هست و حالا برمیگردیم اون طرف که خیابونه که در واقع ما رو میرسونه به مقصدمون و چهارراهی که پشت سر ما قرار داده و در ادامه فیلمش رو خواهیم گرفت محل عبور مرور وسایل نقلیه هست و از اونجا در واقع شروع مسیر شما میشه تا در نهایت برسیم به موکب القدیر. ازتون درخواست میکنم تا انتها با ما همراه باشید. همونطور که در تصویر مشاهده میکنیم ما توی یک چهارراه قرار گرفتیم که پشت سرمون یه ساختمون بلند هستش و اینم دارخونه صدریه هستش. در ادامه هم که پشت سرمون هستش که آقای قاسمی در تصویر نشون خواهند داد مسیر موکب القدیر هست که در ادامه همراهتون خواهیم بود. توی مسیر ما شاید چند تا چهارراه داشته باشیم که این چهارراه محلی هست، یعنی عبور مرور محلیه، ماشین‌های اصلی این داخل نیستن. ما میشماریم این تعداد رو و در انتها بهتون اعلام خواهیم کرد. خب دوستان، همونطور که در طول ویدیو براتون توضیح دادیم و براتون عنوان کردیم ما الان رسیم به چهارراه 15 که توی تصویر هم روی در واقع پای برق میبینید و این کوچه رو ما میریم داخل که در ادامه هم براتون ویدیوی لازم رو خواهیم گرفت و دقت بکنید تصویر از آقای صدر که اینجا سر کوچه نصب شده و این هم میتونه براتون یک ملاک باشه. خب دوستان، توی این مسیر تقریبا هولوش 200 متر که بریم جلوتر میرسیم به موکب القدیر. حالا در ادامه دوستان ویدیو رو کامل خواهند گرفت و در اختیارتون قرار خواهند داد. دوستان، ما رسیدیم به موکب القدیر. این سمتمون که مولد برق هستش یا ترانس برق. در ادامه هم بیاد توی کوچه‌ای که برای موکب القدیر هست. وقتی توی کوچه میای دست چپ درب دوم موکب القدیر انشاءالله در خدمتون خواهیم بود.